به نام خدا. سلام. در مورد اینکه یک فرد از چه زمانی مدیوم محسوب میشه میخوام صحبت بکنم و ببینیم که ما وقتی به چه لولی برسیم اصولا مدیوم محسوب میشیم. خیلیا مثلا یه دو تا الهام بهشون میشه دیگه فکر میکنن مدیومن، یا مثلا اتفاقی یک موجود ماورایی رو ببینن دیگه فکر میکنن مدیومن. همچین چیزی نیست. من میخوام تو این ویدیو بهتون توضیح بدم که شما از چه زمانی مدیوم محسوب میشید. اول ببینیم مثلا مدیوم بودن یا مدیوم یعنی چی. مدیوم به کسی میگن که یک سری احساساتی رو داره، یک سری درک هایی رو داره، حواسی رو داره که انسان‌های معمولی ندارن و این حواس و ادراکاتش مربوط میشه به لایه های دیگه جهان هستی. یعنی هم میتونه از اون لایه ها ادراک و تماس داشته باشه یا حس داشته باشه، حواس پنجگانه به اون شکل، و هم میتونه از این جهان، یعنی یک انسانی که داره توی این لایه زندگی میکنه، توی این لایه دنیای انسانی زندگی میکنه، از اون ورم میتونه نسبت به لایه های دیگه، حالا نسبت به سطح خودش، دریافت داشته باشه، درک داشته باشه، صدا بشنوه. منظور حواس یعنی چی؟ حواسمون دیگه، دیدن، شنیدن، اینجور حواسش در واقع نسبت به لایه های دیگه جهان هستی، عوالم غیب به قول قرآن، اینا میتونه از اینا میتونه دریافت داشته باشه، میتونه حس داشته باشه، میتونه درک داشته باشه. به این آدم میگن مدیوم، یعنی واسطه. مدیوم یک کلمه انگلیسیه به معنی واسطه است، یه واسطه بین جهانهای مختلف. یه انسان مدیوم رو هم انسانها میتونن حضورش رو ببینن، حس کنن، چون یه انسان دیگه داره مثل بقیه زندگیشو میکنه. هم موجودات ماورایی، موجوداتی که مربوط به لایه‌های دیگه جهان هستی هستن، اونا میتونن یک مدیوم رو ببینن، حس کنن، باهاش صحبت بکنن، صداشون بهش برسه و اصطلاحاً میتونن باهاش ارتباط بگیرن. خب مدیوم شدن اینجور نیست که مثل یه عنوانی باشه که حالا یه کسی بهتون بده، یه موجود ماورایی بهتون بده. مدیوم شدن یک مسیر تدریجیه. چه مسیری؟ مسیری که توش آگاهیت، درک و حواست و فرکانست تغییر پیدا میکنه. یعنی یه آدم مدیوم آرام آرام وارد یه سطحی از درک و حواس میشه که بقیه اون درک و اون حواس رو تجربه نمیکنن. نقطه شروع این قضیه، نه اینکه طرف مدیوم شده باشه، نقطه شروعش رو دارم بهتون میگم که بتونید بهتر درکش بکنید، اینه که طرف حساسیت انرژیاییش بالا میره، درک انرژیاییش بالا میره. یعنی چی؟ یعنی دیگه یه سری فضاها رو انرژیش رو حس میکنه، یک سری آدمها رو انرژیش رو حس میکنه، یک سری اتفاقات رو انرژیش رو حس میکنه. مثلا انرژی درون بدن خودش رو حس میکنه، قشنگ متوجه میشه که الان سطح انرژی درون بدنش بالاه یا پایینه. وارد یه خونه ای میشه، میگه من نمیتونم 2 دقیقه اینجا بمونم. اطرافیانش همه تعجب میکنن، میگن مشکلی نداره، چیزی نیست. تو میگی که من 1 دقیقه هم نمیتونم تو اینجا بمونم، ببخشید من بیرون وای میسم تا شما بیاید. بقیه همه تعجب میکنن، متوجه نمیشن، نمیشه براشون خیلی توضیح داد، حتی ممکنه برای عده ناراحتی پیش بیاره اگه بخوای توضیح بدی. یا ممکنه یه غذایی رو نتونی بخوری. چرا؟ چون انرژیش رو حس میکنی. همین که میخوای در واقع سمت دهنت بیاری یه لقمه از اون غذا بخوری، یهو متوجه میشی، میگه من دیگه این غذا نمیخورم. بقیه ممکنه خندهشون بگیره، بگم بخور بره آقا، مشکلی نداره، چیزی نیست. تو میگی من یه لقمه هم نمیتونم از این بخورم، چون میدونه اگر یه لقمه هم از این غذا بخوری اذیت میشی، تو 2-3 روز حالت بده. این نقطه شروعشه. خب یعنی طرف تازه داره درکای انرژیاییش فعال میشه. حالا یه خورده دیگه که همین آدم پیشرفت میکنه، کم کم یه سری شهودهای قوی تر بهش دست میده، متوجه میشه، مثلا اتفاقات رو از قبل متوجه میشه. این آدم معمولا قبل از یک سری اتفاقات، قبل از یک سری شرایط، یه سری چیزا رو از پیش حس میکنه. دقیق هم نیست، ببینید دقیق اصلا نیست.
ولی یه سری چیزا رو حس میکنه که معمولا بیشترش درست در میاد و کم کم خود اون آدم هم تعجب میکنه، میگه من اینو میدونستم اینجوری میشه و دقیقا هم همینجوری هم شد. اصلا دوستان همچین شهودی از ذهن منطقی نمیاد. اگر فکر کردی تو درون خودت تجزیه تحلیل کردی به اون حس رسیدی، اون اصلا شهود نبود. شهود یه چیزی که بدون اینکه اصلا تو ذهن تجزیه و تحلیلی داشته باشی یا اطلاعاتی ازش گرفته باشی، اون حس، اون پیش بینی در درونت به وجود میاد. از یه جایی به بعد اون فرد شروع میکنه به دیدن یا حس کردن یا شنیدن یک سری چیزای انرژیایی. خب ممکنه یه تصویری ببینه، ممکنه یه آن صدایی بشنوه، ممکنه یه حس حضوری از یه موجودی داشته باشه. به نظر من از این مرحله به بعد دیگه اون فرد وارد فاز مدیومی شده. ببینید دوستان، البته مدیوما دسته‌بندی‌های مختلفی دارن و من توی این ویدیو دارم یک روال عمومی تر رو دارم خدمتتون عرض میکنم. اینجوری نیست که همه همینجوری باشن ها. ممکنه یه کسی از روز اول فقط صدا بشنوه، ممکنه یه کسی یه درکای دیگه داشته باشه، یه کسی از روز اول مثلا برون فکنی و رویای آگاهانش قوی تر باشه. اینا همه متفاوتن. من دارم یه دسته‌بندی خیلی عمومی تر رو بهتون میگم و یه جوری دارم میگم که در واقع بتونید تو ذهنتون اون آدم رو بتونید درک بکنید که آیا مدیوم هست یا نیست. این لیبل یا این برچسب رو میتونید روش بذارید یا نه. متوجهید؟ همون آدم یه مقدار که پیشرفت میکنه دیگه کم کم یه مقدار خوابهای آگاهانه تر میبینه، یا توی خواب و بیداریش، توی حالت خلسش که من در مورد حالت خلسه قبلا صحبت کردم، ممکنه صداهایی ببینه، تصاویری ببینه. دیگه اینجا وارد فاز مدیومی شده تقریبا فرد. و ببینید دوستان، یه شب و یه بار و دو بار نیست، ممتد، پیوسته است و من داره تکرار میشه. اگر یه بار مثلا حس حضور یک موجودی رو داشتی، یه بار نمیدونم خواب شفاف دیدی، اینا تو مدیوم نیستی. نه، این موارد اگر در تو تکرار بشه اون موقع میتونی در واقع خودت رو مدیوم بدونی. حالا این روال تا بی نهایت ادامه داره و خیلی خیلی زیاده تجربه، خیلی خیلی متفاوته، خیلی خیلی متنوع. ولی اوایلش من دوست داشتم بگم که بدونی از کجا به بعد میتونی یک فرد رو مدیوم بدونی. خب به نظر شخص خود من یه مدیوم کسیه که هم کانال دریافت انرژیش و هم کانال ارسال انرژیش باز باشه. بعضیا فقط میبینن، این نمیشه مدیوم. تو باید بتونی با اون موجودم ارتباط هم برقرار بکنی. خب بعضیا فقط یه سری چیزا میشنون، اینم هنوز نمیتونیم بگیم یه مدیوم وارد فاز مدیومی شده. در واقع مدیوم هست ولی درست نیست، هنوز کامل نیست مدیومیش. در اصل مدیومی وقتی اتفاق میفته که دوستان چاکراهای بالایی از نظر انرژیایی با همدیگه هماهنگ بشن. اون وقت دیگه اون دریافتای انرژیایی و ارسالهای انرژیایی میتونه کم کم شکل بگیره. و در نهایت اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، مدیوم کسیه که هم درک انرژیایی داره، هم آگاهی داره و از اونها مهمتر کنترل داره. کسی که به نظر من کنترل نداره که اون دیگه مدیوم نیست، اون یه آدم آسیب دیده است، یه آدم به قول معروف توی رنج و عذاب و گرفتاریه.